یکی دیگه از سوژه های این روزهای سیرک انتخابات عکس هایی هست که از آیت الله قتل عام ابراهیم رئیسی در فضای مجازی پخش میشه تا بگن طرف مثلا خیلی خیلی خیلی، یعنی همه جا از این هیولا عکس انداختن. رئیسی اینجا، رئیسی اونجا، رئیسی همه جا، دمدمای انتخابات هر جا که دوربین هست. بگذاریم از این که سرتاپای همه این عکس ها رنگ فریب و ریاکاری خورده، اما خب دوستان چند تا پیشنهاد داشتن برای اینکه چطوری عکس بگیره تا رأی بیشتری بیاره. یه لباس سرتاسری خاکستری بپوشه، بره تو حرم کنار بقیه کفترها دون بخوره. به نظر من بره داخل حموم عمومی یه لنگ ببنده، یه پیرمردی هم اونجا خب ماساژ بده. آقا لباس مرد عنکبوتی بپوشه با یه عمامه مشی قرمزی، بعد سوار دست جارو بشه، بره بالا سر مناطق سیل‌زده پرواز بکنه دیگه. این بهتره، لباس مرد عنکبوتی.